زنی که یا دختری که در این نزدیکی ها شکست عشقی خورده باشه. چرا شکست عشقی که اونا خیلی چه قسم میشه؟ به خاطر ازی که مرد که است اگر از یک خفه شد میره به طرف دیگر روی میره. مثلا اگه ازدواج از یک جای خوشش نامد، خب اسلام اجازه داده به صورتی که عدالت رو به طرف دوم برو. اگر عدالت رعایت کرده میتونی دست ظلم رو طرف سوم برو. اگر عدالت خوبتر رعایت کرده میتونی تمام تکالیف خانواده رو تو پیش برده میتونی طرف چهارم برو. مثنا و ثلاث و رباع در سوره نساء آمده. ولی اگر نمیتونه اسلام میگه اگر دست ظلم داره امروز یکی کمی درشو یک کمی اول آدمگرت یاد بگه بعد از ازدواج که خیلی سخت است. چرا مرد اگر یکی نشد میگه برو دیگه ایش. اگر اون نشد من پیشتر گفتم یک زن تماس گرفته بود که شوهر من با 26 خواهر با دختر رابطه نامشروع داره. شما تصور بکنید. و اگر نشد میگه یکیش اینه Likey